بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ابو موسی الاشعری رضی الله عنه روایت کرده میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که وقتی که انسان کسل می شود، یک بنده کسل می شود یا که سفر می کند، برای او مانند مقیمی که در جایگاهش هست ثواب نوشته می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یعنی کسی که مسافر شود، در دیگر حدیث ها هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم که کسی که مسافر شود یا کسل شود میتواند نماز کوتاه خواند، میتواند نماز جمع خواند. مثلا شما سفر برمز که نماز دو تش جمع میخونید، پیشین و عصر یکتا، شما میخفتن یکتا بوم دوتا عدل نخودش. یا که وقتی یک جا رفته رسید نماز دو رکعت میخونید. اما مقیم باشه، چه مقیم یعنی من از مقیم هستم. مقیم گفتن نگه همین خونتون زندگی کرد شما مقیم هستید. مسافر گفتن کسی که از خونش بر اومده دیگه جا بر افسوس. مسافر از خونش برنه بر افسوس. همین پیامبر گفتن که در این حدیث کسی که سفر کند دو رکعت نماز میخواند که او نکند که من نکنم از ثواب محروم منسوکم، یا رمضان باشه روزه نمیدارد، روزه نداشتم گناهکار شدم. گفته او نکند گفتن، بلکه همون کاری که کارساز در سفرش مانند مقیمی که در خونه‌اش تا عبادت کرد برابر است. یعنی کسی که سفر کند در سفرش نمازهای کوتاه خواند، اگر نماز ماه رمضان بشه روزه ندارد، دوند که وی در عبادت است، دوند که در کمبودی نه، بلکه برای او هم نامه اعمالش به پر عبادت نوشته میکنن. و این چنین گفتن کسل باشد شما مثلا جون خور رفته که خسته راست شد نماز خون نمیتونید، شما شیشتگی اجازت نماز خوندن، لیکن ثوابی همون خسته نماز خوندن گرفت سوکه شما. یا کسلیت که دکتر گفته که فلان دستت نمیشوی، لیکن ثوابی همون دستت نماز میخوندی که همین که برابر ثواب گرفتن میگیری. این حدیث صحیح است، در بخاری است. یعنی دین ما آسان است، دین ما سختگیر نه، دین ما همه راه به راهش هست، دین ما کامل است. بعضی کس میگوید که من قوتم هست، با نمازی من کم نمیستگو نباشن. این خیلی نه. این حدیث هیچ وقت فراموش نکنید. دین آسان است، خودتون به مشقت ناندازید، مهم عبادت کنید الله سبحانه. وقتی که نماز شد نماز خسته نماز وقت چند خونتون نه، هیچ وقت نگذارید که نماز شود قضا شود. اول نماز دونتون دیگه چیز مونتون چید به. اگر من کسلم گویی آب قبدا ممکنه گویی تیمم کن نماز خون. از جون خسته ممکنه گویی جاتن اشته خون، لیکن ثوابی همون توجیه بدن که برابر ثواب میگیری. خب این بود این حدیث امروزی ما. مطالعه میپرسیم که به هر یک من شما علم نافع یاد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.